وطندارای بسیار بسیار عزیز، بینندگان گرامی، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی کت شما باشه. خدا را شکر می کنم که خداوند برای ما یک موقع دیگر عطا کرده تا که ما به این ترتیب پیش شما وطندارای عزیزم، بله در هر جایی که هستیم از این طریق بیاییم و کلام مقدس خدا را، کلامی که زندگی مرا واقعا تغییر داده، بر شما هم ای را بخش بکنم. بهترین عمل که انسان میتونه ایست که برکات خدا بخش بکنه. خداوند مرا با محبت خود بله برکت داده. خداوند کلامش برای ما میگه که زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. واقعا او ما را بسیار زیاد دوست داره. سال نو مسیحی 2016 را برای تمامی شما وطندارای عزیز من تبریک میگم. یک سال گذشت، سال نوی آغاز شده و دعای ما ایست که خداوند این سال نو ما انسانها را حکمت ببخشد تا که ما از جنگ و جدل، از نفرت و کینه و بغض و عدوت جدا شویم. تمامی نفرت ها را از خود دور بیندازیم و به سوی خدایی که ما را دوست داره بیاییم. ما متوجه میشیم اگر ما فکر کنیم، اگر ما واقعا قضاوت درست بکنیم. در دنیا هر گونه انسان ها هست، هر قسم انسان است، کلتورهای مختلف، لسانهای مختلف، نژاد و نسل مختلف، اقوام مختلف، از کشورهای مختلف، رنگهای مختلف، عادتهای مختلف. حتی در یک خانواده ما مختلف هستیم. خداوند ما را مختلف ساخته و اما وقتی که ما بین تمامی انسانها میبینیم که انسانها به نام نسل، مذهب، دین، نسل پرستی و نژاد پرستی و قوم پرستی و ملیت پرستی و کشور پرستی و خلاصه کلتور پرستی حتی آماده هستند که خون یکدیگر را بریزن. این جای بسیار تأسف است و خداوند بسیار زیاد تکلیف میده این چیزها، چون خداوند است که نفس زندگی را برای تمامی ما انسان ها میده. خداوند است که رحمت خدا برای تمامی ما انسان ها هر روز، هر صبح تازه میکنه. وقتی که ما سوگنامه ارمیای نبی را در عهد عتیق میخوانیم، ارمیای نبی وقتی که به مصیبت های خود، به دردهایی که او داره، با ای که میبینه تمامی قومش به تاراج برده شده، به تمامی از او چیزها، وقتی که میبینه او تجربه بسیار تلخ داره، میبینه باز هم میگه وقتی در بدری و مصیبت‌های خود را به یاد می آورم زندگی به کامم تلخ می شود. همیشه به آنها فکر می کنم و جانم در من پریشان گشته است. اما با این هم وقتی رنجهایم به یادم می آیند ناامید نمی شوم. از مهربانی های خداوند است که از بین نرفتیم، زیرا که رحمت های او بی پایان است. مهربانی و رحمت او هر صبح تازه است و وفاداری او عظیم است. خداوند همه چیز من است. او میگه بنابراین بر او امیدوار هستم، بر او امیدوار هستم. ارمیای نبی از زندگی مشکل خود در اینجا برای ما بخش میکنه که ما چقدر تلخی ها را دیدیم. ما دیدیم جوانهای قوم ما به تاراج برده شده، دیوارهای اورشلیم شکسته، خانه خدا به تاراج حتی برده شده. تمامی از این دردها و رنجها را ما
دیدیم و اما باز هم من ناامید نیستم از رحمت‌های خداوند. وقتی که ما می‌بینیم که تمامی انسان‌ها نفس زندگی را می داشته باشند به یک ترتیب و کسایی که میمورن هم به همون ترتیب، از هر ملت و نژاد و قوم و نسل و مذهب و فلسفه و دین و هر چیزی که شما میتونین که فکر کنین به همون ترتیب هست. باران خدا به همون ترتیب بالای هر کسی میباره، آفتاب خدا بالای هر کس به همون اندازه میتابه. موسم ها برای هر کدام ما به همون اندازه تغییر میکنه. شب میشه، روز میشه، صبح میشه، چاشت میشه. این است که اگر شما در عین شهر هستین، بر شما روز است، بر کسی دیگه شب است نی. اگر بالای دیگه کس روز است، بالای شما هم روز است. اگر زلزله میآید خدای نخواسته، بالای شما عین مصیبت میآید که بالای کسی دیگه میآید. و اما ما میبینیم که با وجود از اینکه انسان ها از خدا دور از کلام خدا برای ما میگه زیرا همه گناه کردن و جلال خدا محروم است. هیچ کسی در دنیا نیست که بگه که من گناه ندارم. خدا قدوس است. قدوسیت خدا با گناه انسان در تضاد است. در حقیقتش ما در دشمنی با خدا قرار داریم، اما باز هم او محبت خدا برای ما جاری میکنه، نفس زندگی را برای ما میته، او ما را قبض رو نمیکنه، از بین نمیبره. به خاطر از این که ما از یک مذهب و مذهب دیگه هستیم از بین نمیبره. و یا حتی کسایی که از ذات خدا انکار میکنن، حتی کسایی که در گناههای مختلف آغشته هستند، کسایی که در قلبهای خود نفرتهای بسیار زیاد برخلاف دیگه انسانها و حتی برخلاف خدا دارن، خدا واره از بین از این خاطر نمیبره، بازم نفس زندگی رو برشان میته. پس این درس بسیار کلان و درس بسیار مهم برای ما انسان هاست که ما باید مثل که خدا عمل میکنه در مقابل ما انسان ها، ما هم در مقابل انسان ها اونمو عمل خدا را داشته باشیم. و اما چون ما در گناه هستیم این ممکن نیست، به خاطر از این که ما نفرت ها، انتقام ها و ای وطن پرستی و نژاد پرستی و نسل پرستی و ملیت پرستی و لسان پرستی و ملک پرستی و غیره را در تمام دنیا میبینیم. سلامتی وجود نداره بین ما، اتحاد وجود نداره بین ما. این تماما علتش گناه است که ما در او هستیم. ما در گناه هستیم، ما در گناه قرار داریم و این گناه است که نفرت ها را در بین ما آورده. این گناه است که این نفاق در بین ما آورده. خداوند میخواهد که اینمی گناه ما را کاملا از بین ببره و ما را به سوی خود بیاره. کلام خدا از همین خاطر میگه زیرا خدا به مردم این جهان آنقدر محبت نمود، به مردم این جهان، به یک ملت، یک قوم، یک نسل نه، یک کشور نه، به مردم جهان آنقدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. محبت خدا اقدر عظیم است که ما با هیچ گزی نمیتونیم او را بپیماییم. مثال پشتوست که دا گز او دا هم میدان، و ما میدان محبت و فیض و رحمت خدا را هرگز با گز خود پیمایش نمیتونیم. او اقدر خدای مهربان است و او میتونه که کسی که برخلاف قوانینش بره، کسی که برخلاف احکامش بره، کسی که برخلاف قدوسیتش بره قبض رو بکنه او، اما او نمیکنه، موقع فراهم میکنه. امیر رحمت خدا میگه، یعنی خداوند مواقع فراهم میکنه که ما توبه کنیم از گناهان خود و به سوی او برگردیم. و این توبه کردن به زور شلاق، تفنگ و تیر نیست، به زور تلوار نیست، بلکه به زور محبت خداست. و محبت خدا از شلاق و تلوار و تفنگ کار نمیگیره، بلکه او ندا میکنه،
او صدا میکنه امروز هم او میخواهد شما را طرف خود. ای تمامی کسایی که زیر بار گرنگ هستین و زحمت میکشین، نزد من بیایید، من به شما آرامی خواهم بخشید. ای ساکه نان ربع مسکون، مسیر را بنگرید با شکوه و جلال. می آید تا ما را نیز برد به جایگاه آسمانی پدر. نزد من آیید ای گرانباران، من خود شما را آرامی خواهم بخشید. من راه و راستی و حیات هستم، من منبع شادی الهی هستم. او منبع شادی الهی هست. او میگه نزد من بیایید ای تمامی گرانباران و زحمتکشان، من به شما آرامی خواهم بخشید. خداوند شما را دوست داره. او میخواهد که ما را از نفرت ها، از انتقام، از کینه، از بغض، از عدوت جدا کنه، دور کنه، کاملا وار از زندگی ما از بین ببره. در جایش فیض خدا جاری کنه، محبت خدا جاری کنه، رحمت خدا جاری کنه، تا که ما هم مثل خدا، بله مثل خدا، با انسان ها محبت داشته باشیم. که یکی دیگه با تحمل، بله با تحمل زندگی کنیم و یکدیگر را بپذیریم، با وجود از اینکه ما اختلاف داریم، اختلاف نظر داریم، عقاید مختلف داریم، افکار مختلف داریم. بالاخره ما مختلف هستیم. چی به یک قوم و ملت و کشور و کلتور برسه، ما در یک خانواده مختلف هستیم و اما ما با هم در یک خانواده زندگی میکنیم. این دنیا هم خانواده انسانیت است. خداوند این دنیا را بر تمامی انسان ها ساخته. هیچ کس برتر از کسی دیگه و یا پستر از کسی دیگه نیست. همه را خداوند برابر ساخته. مرد، زن، افغان، ایرانی، تاجیک، آمریکایی، روسی و چینی، تماما انسان ها را خداوند در برابر 100% برابر دوست داره. خداوند تمامی انسان ها را میخواهد که نجات بیافه. کلام مقدس خدا از همین خاطر در کتاب ارمیای نبی برای ما واضح میکنه. میگه خداوند از جای دور به من ظاهر شد. فصل 31 ارمیای نبی آیت 3 میگه خداوند از جای دور به من ظاهر شد و گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم. با محبت ازلی تو را دوست داشتم. بنابر این، بنا به چی؟ بنا به محبت ازلی. بنابر این کلام خدا میگه تو را با رحمت خود، تو را با رحمت به سوی خود میکشانم. بنا به محبت ازلی خود من میخوایم تو را به سوی خود بکشانم. یک کسی را میگیم که یک نقشه میکشه، یک تصویر میکشه و یا کسی را از چاه میکشه، از دلدل میکشه، از مشکل میکشه. به همون ترتیب خداوند مشکل کشای ماست. ما را هم از دلدل گناه و مرگ میکشه و هم با محبت ازلی خود ما را مثل یک مصور کشیده، یک نقاشی بسیار خوبصورت. در بینی ما نفس حیات دمیده و ما موجود زنده هستیم. ما را به صورت خود آفریده. وقتی که ما کتاب پیدایش میخوانیم خداوند تمامی از این کائنات با قدرت کلام خود ساخت. خدا گفت و هر چیز آماده شد. خدا گفت روشنایی شود و ما میبینیم ماه و ستاره ها تماما ساخته شد که روشنایی میده. خداوند گیاه ها و حیوانات و خزنده ها و پرنده ها و تمامی از این چیزها را ساخت با قدرت کلام خود. گفت شود و تمامی از این چیزها شد. و اما وقتی که
بالای انسان میآید. کلام خدا میگه بیایید انسان را به شکل خود شبیه خود بسازیم. خداوند ما را شبیه خود ساخته، به شکل خود، به صورت خود آفریده. از همین خاطر است که خداوند ما را با ادراک ساخته، با حکمت. ما میتونیم بین نیک و بد فرق بیاریم. حیوانات، گیاها و ستاره ها و این چیزا این کارها را نمیتونن و محدود هستند در فکر خود، در نظر خود، در کارهای خود، در اعمال خود محدود هستند. و اما ما میتونیم که انتخاب بکنیم بین بد و بین نیک. خداوند میخواهد که ما به سوی نیکی او بیاییم، از بدی دوری بکنیم. خدا ما را مثل یک تلفن و یا یک کامپیوتر نساخته که ما او سویچ آن و سویچ آف بکنیم و اگر کونه شوه او را ازش بگذاریم و یا تبدیل کنیم یک چیز نو بیاریم. نه، خداوند ما را به همون ترتیبی که هستیم برای همیشه دوست داره. ما را تبدیل به او ترتیب نمیکنه، بلکه قلب ما را، قلب شخصی ما را مرمت میکنه، تغییر میده. برای ما قلب نو میبخشه، روح تازه برای ما میبخشه، حیات نو برای ما عطا میکنه. و اما ما اونمو انسان هستیم، تنها برای جلال خدا تغییر در ما تغییر 100% میآید وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم. این وعده خداوند است. کلام خدا چی میگه؟ میگه که خداوند از جای دور به من ظاهر شد و گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم، بنابر این محبت ازلی تو را با رحمت خود به سوی خود میکشانم. تو را از دلدلهای مصیبت میکشانم، تو را از دلدلهای گناه میکشانم، به سوی خود تو را میکشانم. من تو را اینقدر زیاد دوست دارم، اینقدر زیاد دوست دارم که انتهایی نیست دوستی مرا. یک شهادت برادر بسیار عزیز ما را که شیخ ابراهیم است که از مصر هستند، یک چند سال پیش در ایالت نیوجرسی رفته بودم، در اوج شهادت خدا دادن و بسیار لذت بردم، بسیار برکت گرفتم. شهادتشان بسیار بسیار جالب است. حال خو زمانهای البته فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و نمیفهم بسیار چیزهای دیگه هست که در ثانیه ها ما میتونیم عمل کنیم و یک دوست انتخاب کنیم از 4 گوشه دنیا. عالم به امو ترتیب هست، هرچند که او وقت کمی مشکل تر بود. کسایی که همسن سال ما هستن، 50 ساله و 51 ساله و یا بزرگتر هستن، ما شاهد یک زمانی هستیم که در مجله ها که به ماها بعد برای ما میرسید، اگر یک خط نوشته میکردیم برای یک دوست خود، البته خط امروز نوشته میکردیم، او را میبردیم در پست خانه مینداختیم و یا در دست یک کسی که پست رسان بود میدادیم و این میرفت و شاید هفته ها و ماه ها وقت میگرفت که برسه و بالاخره برای ما پس یک جواب بیاید. حالی زمان ها گذشته، فوراً هر چیز اجرا میشه، یک ایمیل در یک ثانیه میرسه، یک چات میکنیم در روی اسکایپ، در روی فیسبوک و غیره، ما میتونیم پیام های خود به سرعت پخش کنیم. و اما یک زمان هم بود که ما منتظر میماندیم. در او زمان ها در مجله ها یک بخش بسیار خصوصی می بود به نام قلمی دوستی. مردم عکس های خود در یک صفحه مجله و یا اخبار نشر میکرد، تمامی کوایف خود نشر میکرد که اسمشان چیست و چی عادت ها دارن، چی غذاهایی را خوش دارن، چی قسم لباس ها را خوش دارن، کجاها را خوش دارن و غیره، و در کجا زندگی میکنن. آدرس خود بالاخره میداد. تلفن بسیار مشکل بود، به خاطر که اگر زنگ میزدیم بسیار بسیار گران تمام میشد برای ما. و به همین ترتیب ما میتونستیم از قاطع از این مجله ها یک شخص خوش بکنیم اگر دل ما میشد، و که از او شخص ما میتونستیم که دوستی را بنا کنیم، دوستی را برپا کنیم. و اگر ما ایتو میکردیم با مو آدرسش عکس خود رایی میکردیم، آدرس خود و کوایف خود
و چی چیزها را ما دوست داریم، چی چیزها را ما دوست نداریم. تمامی چیزها را نوشته میکردیم و میفرستادیم و منتظر بودیم، بسیار با اشتیاق زیاد منتظر بودیم که ما یک پاسخ بگیریم و بالاخره پاسخ میگرفتیم و این دوستی بالاخره به همین ترتیب پیش میرفت. و اما ما باز هم دوستی بودیم بسیار دور، با هم رسایی نداشتیم مقدر بزودی. مشکلات بود، مشکلات سفری، مشکلات اقتصادی، بله، مشکلات سیاسی، چون ما در مرزهای مختلف قرار داشتیم که انسان‌های مرزها را ساخته. خداوند خالق ما یک دنیا را ساخته و ما انسان‌ها مرزها را ساختیم، فرقها را ساختیم. این تماما از خاطر گناه ما انسان هاست. و اما شخص منتظر می بود که کی جواب می آید و بالاخره دوستی آغاز می شد و خط و کتابت می شد و ماها در بر می گرفت. شاید در یک سال 10 تا 12 تا جواب ما می گرفتیم. شیخ ابراهیم شهادت خود به همین ترتیب آغاز می کنه. شیخ ابراهیم گفت که ما از یک مجله انتخاب کردم یک شخصی که در نیویورک زندگی میکرد، با او دوستی را آغاز کردم و من خبر داشتم که من یک مصری هستم، اقتصاد من اونقدر خوب نیست که من سفر بکنم با آمریکا. حد مقدور من میتونم که دوستی بکنم با کسی. من یک مسلمان بسیار سرسخت بودم و من همچنین یک کمی احتیاط میکردم که دوستی من تا چی حد پیش بره. کوشش میکردم که عقاید خود، فکر خود از طریق هر خط بر از این دوستی که من انتخاب کرده بودم ارائه کنم و به همین ترتیب او شخص هم دوستی خود، عقاید خود برای من نوشته میکرد. خب بسیار چند وقت گذشت، بالاخره یک روز دروازه من تق تق شد و من واز کردم و پیش روی خود، چون عکسش دیده بودم، عکس شرایی کرده بود برای من، دیدم که همین شخص آمریکایی، همین دوست قلمی دوستی من پیش روی من قرار داده. شیخ ابراهیم میگه من میتونستم که دم دروازه ازش معذرت بخوایم که ببخشی، بسیار تشکر که آمدی تا اینجا و اما داخل خانه من شده نمیتونی. و اما شیخ ابراهیم چون مهمان دوستی مصری هاست، مطابق مهمان دوستی خود داخل خانه خود اجازه میده، میایه، هم آغوش میشن، صحبت میکنن، هم کلام میشن. زیر یک سقف ای دوستش بیش از 6 ماه شاید زندگی میکنه، کتش نان میخورن. در این دوران بحث های بسیار زیاد هم صورت میگیره، خصوصا بحث های مذهبی صورت میگیره و شیخ ابراهیم کوشش بسیار زیاد میکنه که این دوست که از نیویورک آمده ایره به دین خود بیاره. کوشش های بسیار زیاد میکنه، بحث ها قدر کلان میشه که بعض وقتا تلخ میشه بحث ها. و اما شیخ ابراهیم میگه که من یک چیز در این شخص نیویورکی دیدم، در این مرد نیویورکی که از نیویورک پیشم آمده بود، که این همیشه با لبخند بود، همیشه متحمل بود، همیشه او هر بحثی مرا تحمل میکرد با یک لبخند. او از خود یک محبت خاص نشان میداد که این مثل یک تیرواری بود که در قلب من فرو میرفت، مثل یک تلواری بود که در قلب من فرو میرفت. با وجود از اینکه من بحث ها را برندش بودم و وقتی که یک روز خداحافظی کرد از من، پس طرف شهر خود نیویورک روانه شد، گفت من تو را بسیار زیاد دوست دارم، از خاطر این از همین دوستی بسیار زیاد من پیش تو آمدم. به همون ترتیبی که عیسی مسیح جایگاه آسمانی خود ترک کرد و آمد روی زمین و به خاطر گناه های من مصلوب شد تا که مرا زندگی بده، من خواستم که اونمو محبت مسیح رو بر تو نشان بدم. از نیویورک خرچه را سر خود بگیرم، سفر را سر خود بگیرم، خطر را سر خود بگیرم، در ملک خودت بیایم، در وطن خودت بیایم، در خانه خودت بیایم، در زیر سقف خودت بیایم، سر دسترخوانت بشینم، مهمانت باشم. و مال ما پس به خانه خود برمیگردم. شیخ ابراهیم گفت عیسی مسیح هم برگشته، او هم
به خاطر دوستی بسیار زیاد خود آسمان ترک گفت، جلال خود ترک گفت، شکوه خود ترک گفت. سرود آسمانی که ملائک با سازهای عظیم آسمانی میزد در پیش رویش، او را ترک گفت. و در دنیای تاریک ما، در دنیای گناه ما، در دنیای بسیار زشت ما قدم گذاشت و او آمد تا که ما را نجات بده. گفت وقتی که این دوست من که از نیویورک آمده بود برگشت، با وجود از اینکه برنده هر بحث تقریبا ما بودم و ما بعد از رفتنش فکر کردیم که آیا واقعا ما بحث ها را بردیم یا نه، و هر چی که سر از این فکر کردیم دیدم که نه، محبتی از او شخص برنده بوده، فیضی از او شخص برنده بوده. و بالاخره من از خدا خواستم که خدایا تو حقیقت برای من نشان بدی. و عیسی مسیح برش مکاشفه میکنه که من راه، راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من پیش پدر آمده نمیتونه. اونموست که شیخ ابراهیم زانو میزنه بعد از رفتن دوست خود و با گریان به عیسی مسیح ایمان میاره، زندگیش تغییر میکنه، تکالیف و مصائب در زندگیش بسیار زیادتر میآید بعد از او، چون در نبرد روبرو قرار میگیره و حتی اعضای خانوادهش میخواه او را از بین ببره، حتی دوستایش از اون نفرت میکنه، کشورش از اون نفرت میکنه، او زندانی میشه و بالاخره با معجزات زیاد بالاخره از اوجا مجبور جلاوطن شوه. کشور خدا کی میخواه که ترک بکنه؟ هیچ کسی نمیخواه و اما مجبوری انسان به دیگه کشورها میکشانه. ما شاهدی از این هستیم در این روزها، وقتی که ما مهاجرین از سوریه، از عراق، از افغانستان، از ایران، از بسیاری کشورهای آفریقایی میبینیم که به طرف اروپا هجوم میبرن. بسیاری از خاطری میاین که البته مشکلات زیادتر را بپا کنه و اما بسیاریشان به خاطر که واقعا رنج دیده هستن، واقعا در مشکلات هستن، واقعا میخواین یک جای صلح و آرامتر برن، میخواین جانهای خدا و فرزندای خدا و خانم خدا نجات بتن، میخواین سفر کنن، در این سفر متحمل بسیار رنج ها میشه. پس شیخ ابراهیم گفت که او متحمل تمامی از این چیزها شد. امکان داشت که ما او را از بین ببرم و بسیاری وقتا در دل خود میگفتم کاش که میمان من نمی بود، چون میمان پرستی ماست که این کار را میکنم، من این اجازه میتونم، اگر که او کافر است ما او را باید از بین ببرم. و اما خداوند در قلب ما کار کرد و بالاخره ما به عیسی مسیح ایمان آوردم. عیسی مسیح به همون ترتیب جلال خود ترک گفت. او در زمین ما در پسترین مقام قرار گرفت. کلام خدا برای ما میگه زیرا شما فیض خداوند ما عیسی مسیح را خوب میدانید. رساله دوم قرنتیان فصل 8 آیت 9 میگه زیرا شما فیض خداوند ما عیسی مسیح را خوب میدانید که او چقدر ثروتمند بود و اما به خاطر شما او غریب شد تا از غربت او شما ثروتمند شوید. کلام خدا در انجیل مقدس در عهد جدید، بله در رساله فیلیپیان برای ما هنوز واضح تر میگه که عیسی مسیح کی بود و چی شد. این باید ما توجه بکنیم بهش. اگرچه عیسی مسیح از ازل دارای الوهیت بود، اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمت حفظ کند. اگرچه او از ازل دارای الوهیت کامل یعنی خدا بود، او ای را غنیمت نشمرد که امی خدایی خدا به هر قیمتی بر روی زمین هم حفظ بکنه، بلکه او خالی کرد خدا، او خالی ساخت خدا از تمامی از این چیزها. نوشته است اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود. فصل دوم فیلیپیان آیت 6 هم میخوانم فی الحال. این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمت حفظ کند، بلکه خود را از تمام برتری های آن خالی نمود. و خدا از
قدرت خداوندی خود خالقت خود به صورت که انسان کمزور در میان ما آورد. او به صورت انسان در میان ما آمد. او از تمامی جلال خود خالقت در دنیای تاریک ما آمد. به صورت یک غلام او در آمد و شبیه انسان شد. او شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پستر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. کلام خدایی را میگه که عیسی مسیح با وجود از اینکه از ازل دارای الوهیت کامل بود، او خدا بود، او به صورت انسان در میان ما در دنیای ما آمد. این را به خاطر دوستی زیاد خود او انجام داد. او نیاز نداشت. او خدای بی نیاز است. او به هیچ چیز نیاز نداره. او به ما انسان ها نیاز نداره. و اما چون ما نیاز داریم به او و او ما را دوست داره، به خاطر اینمی دوستی زیاد خود او آمد، حتی به صورت انسان در میان ما آمد و ما را با کلمات انسانی فهمان و اما با قدرت خدایی او ما را به آغوش خود گرفت و گفت که من شما را اقدر زیاد دوست دارم. میگه که نزد من بیایید ای تمامی گرانباران و زحمتکشان و من به شما آرامی میبخشم. نزد من بیاد هم آرام جان، بار سنگینت به دوش من بمان. نزد من بیاد هم آرام جان. او میگه من راه و راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من پیش پدر آمده نمیتونه. من راه و من راستی، من نجاتت از بدی. بیا به نزد من بگیر راحت در زندگی. آغوش من بازه است، دوست دارم این بدان. نزد من بیاد هم آرام جان. عیسی مسیح شما را صدا میکنه، ندا میکنه امروز که ای انسان ها، من شما را قدر دوست دارم. به خاطر از این دوستی من به صورت شما، به صورت یک انسان در میان شما آمدم. خدا از هر چیز دیگه پستر ساختم. کلام خدا برای ما میگه که عیسی مسیح در یک آخور تولد شد. هیچ مادری نمیخواید طفل خود، فرزند خود در یک آخور به دنیا بیاره. و ما خداوند پلانش همی قسم بود. او خواستش همی قسم بود به خاطر ما که حتی پسترین انسان گفته نتانه که ای خدا تو از حالت زار من چه خبر داری. و باز خداوند جوابش میگه که آیا تو در یک آخور تولد شدی؟ نه، در یک جایی که گو و گوساله بود و بوی بود و 2000 سال پیش بود و تاریک بود و هیچ جای دیگه برای پیدایشت وجود نداشت که در اوجه تولد شوی. دایی نبود، هیچ کسی نبود، تا که هیچ کسی هیچ گله‌ای نداشته باشه. عیسی مسیح میگه من تا او پستی را رفتم تا که تو را از او پستی بلند کنم و در جلال خود ببرم. زیرا شما فیض خداوند ما عیسی مسیح را خوب میدانید که او چقدر ثروتمند بود. به خاطر شما غریب شد تا از راه غربت او، نه که از راه ثروتمندی او، از راه غربت او شما ثروتمند شوید. او آمد تا که ما را از پستی های گناه، از پستی های انسانیت، بله انسانیت در پستی ها قرار داره. وقتی که ما جنگ و جدل و نفرت و انتقام و گردن بری و خون ریزی را در بین انسان ها میبینیم، امروز چقدر دلخراش است. بعضی از تصاویر که در
تلویزیون ها میبینیم، در اخبار ما گوش میکنیم و میبینیم چقدر دل خراش است، چقدر باعث افسردگی است. کلام خدا میگه خداوند تمامی اون چیزها را بالای خود گرفت تا که ما را از این چیزها نجات بده. خداوند میتونه زندگی ما را تغییر بده. در جای نفرت و انتقام و بغض و کینه و دشمنی، خداوند میخواد که دوستی و محبت و رحمت و برکات خود جایگزین کنه. خداوند بدون تفریق تمامی انسانها را دوست داره. خداوند دزدها را دوست داره، فاحشه ها را دوست داره، حتی آدم کشا را دوست داره. خداوند میخواد که تغییر بده. یارا ما انسان ها در گناه، در مرض گناه قرار داریم. گناه مرض است. خداوند میخواد ما را شفا بده ازی. خداوند نامده که این گناهکارا را از بین ببره. اگر نه که اگر خدا گناهکارا را از بین ببرد، یک انسان باقی نمیماند، چون همه گناه کردن. کلام خدا میگه رومیان، رساله رومیان فصل 3 آیت 23، زیرا همه گناه کردن و جلال خدا محرومن. همه گناه کردن و جلال خدا محروم هستند و اما به وساطت فیض خدا ما میتونیم که نجات بیافیم. در اون رساله رومیان کلام خدا برای ما میگه اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی آنهاست به طور رایگان عادل شمرده میشوند، زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده. بله، و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود. خداوند عدالت خود ثابت کرده برای ما، محبت خود ثابت کرده. اگر کدام مذهب، کدام فلسفه، کدام دین برای شما میگه که او ما خوبی تانه میخوایم، سوال کنین ثبوتش چیست؟ آیا او رهبر مذهبی تان به خاطر شما جان خود فدا کرد؟ به خاطر شما، نه که به خاطر پیشبرد مذهب خود که او بنیادش گذاشته، به خاطر شخص شما. آیا او جان خود فدا کرد؟ عیسی مسیح میگه من به خاطر شخص شما جان خود فدا کردم. آیا به خاطر شما او شلاق خورد؟ عیسی مسیح میگه من به خاطر شخص شما شلاق خوردم. آیا او شخصی که شما بهش ایمان دارین، آیا او خدای حقیقی، خدای خالق و مالک کائنات است که حتی خدایی خود نادیده گرفته، به صورت شما، به شکل شما، مثل شما، مانند شما پیش روی شما بیاید و شما را به آغوش خود بگیره؟ عیسی مسیح میگه من این کار را برای شما کردم، من این کار را حتی برای شما کردم. من نیاز نداشتم، اما به خاطر از اینکه شما را دوست داشتم، به خاطر که شما را نجات بدم، من این کار را انجام دادم و آمدم تا که شما را به آغوش خود بگیرم، شما را نجات بدم از گناهایتان. من این کار را کردم برای شما. من شما را قدر زیاد دوست دارم. از همین خاطر کلام خدا برای ما واضح میکنه. کلام خدا میگه که خداوند به من ظاهر شد از جای دور و گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم و بنا به محبت ازلی من تو را من به خاطر رحمتهای خود به سوی خود میکشانم. به سوی خود من تو را میکشانم تا که نجاتت بدم از تمامی از این غمها، از این تمامی رنجها، از تمامی از این مشکلات، از تمامی گناه، از زنجیرهای گناه، از دلدل گناه نجاتت بدم. از نفرتی که برخلاف دیگه کسا داری، من میخوایم از اون نجاتت بدم. من میخوایم تو را آزاد بسازم از بیبندوباری. از بیبندوباری آزادت میسازم، از گناه آزادت میسازم، از شیطان آزادت میسازم، از تاریکی، از موت آزادت میسازم و در نیکویی، در رحمت، در محبت، در فیض خود تو را میارم و زندگیت تو تغییر میتونم که حتی دشمنایت دوست داشته باشی. چی رسد به دوست؟
حتی دشمنایت دوست داشته باشی. عیسی مسیح حکمش است برای ما پیروای عیسی مسیح. این یک حکم است که ما حتی کسایی که با ما دشمنی میکنه بر از او هم دعا بکنیم. بددعا نه بلکه دعای خیر بکنیم بر از او. این حکم است از طرف ما. این نیست که ما بگوییم که خداوند من واقعا دوست ندارم، خیر خودت که میگی من میکنم. تو نیست، بلکه با قلب مسیح مردم دوست داشته باشیم. اما قسمی که مسیح خالق و مالک کائنات، خالق و مالک انسان آمد و به دست خلقت خود مصلوب شد، با آن هم در صلیب چه گفت؟ ای پدر تو یارا ببخش، چرا که نمیفهمن که چی میکنن. به همون ترتیب ما هم قلب مسیح را داشته باشیم. باید ما هم مردم دوست داشته باشیم. و عیسی مسیح میگه با دشمنای خود مهربان باشین. میگه که شنیده این که گفته شده همسایه خود دوست داشته باشین، با دشمن خود دشمنی کنین. ولیکن من برای شما میگم که دشمنایتان دوست داشته باشین و برای کسایی که به شما جفا میرسانند دعا کنین. به این وسیله شما فرزندای پدر آسمانی خود خواهید شد، چون آفتاب او بر بدان و نیکان یک قسم میتابد و باران او بر درستکاران و بدکاران یک قسم میبارد. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارد، چی اجری دارید؟ مگر جزیه‌گیرا و سودخورا همین کار را نمیکنن؟ اگر فقط به دوستای خود سلام کنید، چه کار فوق‌العاده‌ای کردین شما؟ مگر کسایی که به ایمان هستند هم همین کار را نمیکنن؟ پس شما کامل باشید، اما قسمی که پدر آسمانی شما کامل است. پدر آسمانی ما کاملیتش به ایست که او با وجود از این که در دشمنی با ما، چون او قدوس است ما گناهکار هستیم، قرار داره. او با کاملیت خود ما را دوست داره، میخواه که ما را از دلدل گناه آزاد کنه، نجات بده. ما هم بالای ما حکم شده که ما دشمنای خود حتی دوست داشته باشیم، چون نفرت به وجود میاره و اما محبت میزایه. ما زاده های خدا هستیم، خدای محبت. وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، زاده های روح خداستیم. مسئله روحانی است. ما در روح خدا، از روح خدا زاده میشیم، زاده های خدا میشیم. بله، کلام خدا ای را واضح میکنه، بسیار برای ما واضح میکنه که کسایی که به عیسی مسیح ایمان میارن چطور و فرزندای خدا قرار میگیرن. عیسی مسیح در فصل 3 انجیل مقدس یوحنا وقتی که کده نیقودیموس، یک معلم شریعت، معلم یهود، او یکی از اعضای سنهدرین که مکتب سیاسی و مذهبی یهودیا بود، او بسیار یک شخص بسیار مهم بود در بین یهودیا. از طرف شو از ترس مردم که حتی نمیخواد که مردم ببینه که او پیش عیسی مسیح میره، او درک میکنه که در عیسی مسیح یک چیزی است که در دیگه انسان ها او ندیده. او میایه پیش عیسی مسیح و میگه ای استاد، ما میدانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمیتواند معجزات را که تو میکنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. یکی از نامهای عیسی مسیح چیست؟ امانوئل، یعنی خدا با ماست. عیسی مسیح در میان ما بودن خدا در میان ماست. عیسی با ماست، یعنی خدا با ماست. عیسی مسیح در جوابش میگه به یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد پادشاهی خدا را نمیبینه. نیقودیموس میگه که چطور ممکن است شخص سال خورده مثل مواری از نو متولد شود؟ آیا میتوان باز هم به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی مسیح میگه به یقین بدان هیچ کس نمیتواند داخل پادشاهی خدا شد مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. چنانکه از جسم نشست آنچه از جسم تولد یابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. پس تعجب نکن که به تو میگویم باید دوباره متولد شوی. آنچه از جسم تولد میافت جسمانی است. ما از یک مرد و زن تولد میافیم. بله، در رابطه زناشویی خداوند اینی میره مقرر کرده ما تولد میشیم.
و اما تولد روحانی ما از روح خدا صورت میگیره، از خود خدا صورت میگیره. از همین خاطر در فصل اول انجیل یوحنا ما میخوانیم که او در دنیا بود، دنیا به وسیله او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت. او به قلمرو خدا آمد، اما متعلقانش او را قبول نکردند. اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، به همه کسان، بله، حتی اگر دزد هستند، فاحشه هستند، قمارباز هستند، چرسی هستند، بنگی هستند، آدمکش هستند، هر قدر گناهشان کلان اگر باشه، اگر پیش عیسی مسیح بیاید، عیسی مسیح زندگیشان تغییر میده. میگه اما به همه کسانی که به او ایمان آوردن این حق را داد که فرزندان خدا شوند. باز میگه که این مانند تولدهای معمولی نیست و نه در اثر تمایلات نفسانی و نه در اثر خواهش بشر، بلکه از خدا تولد میافند. کسایی که به عیسی مسیح ایمان میارن و زاده های خدا میشن. شما خدا زاده میشین، فرزندای خدا قرار میگیرین. این وعده خدا، زندگیتان خداوند تغییر میده. تا که شما خدا زاده نشوین، شما نمیتونین مثل خدا دیگه کسا را ببخشین. تحمل خدا را ببینین. در دنیا بیلیون ها انسان هاست که برخلاف خدای حقیقی هستند. کسایی هستند که از ذات خدا 100% انکار میکنن و ما خدا وار از بین نمیبره. چرا؟ به خاطر که خداوند کامل است، خداوند متحمل هر چیز است، خداوند دیر قهر است، خداوند رحیم است، خداوند مهربان است، خداوند با فیض است. خداوند میخواهد که برای ما مواقع فراهم کنه تا که ما به او برگردیم، نه که ما را از بین ببره. کسایی هستند که در نام خدا انسانها را از بین میبرن. متوجه باشین دوستای عزیز، و خدای باطل پرستش میکنن. چون اگر اتو باشه، خدایی که تمامی کائنات کنترل میکنه میتونه که تمامی انسانها را به یک، بله، به یک چک و یا به یک چشمک از بین ببره، کمتر از یک ثانیه از بین ببره. چرا خدایی را نمیکنه؟ چون خدا کامل است. عیسی مسیح میگه که شما کامل باشین، اما قسمی که پدر آسمانی شما که در آسمان است کامل هست. پس مطابق اون کاملیت عیسی مسیح میگه که دشمنایتان ببخشین، کسایی که از شما نفرت دارن و شما را اذیت و آزار میرسانن، بر از او دعای خیر بکنین. و این تغییر چطور ممکن است در ما؟ تنها وقتی که ما به خدای حقیقی ایمان بیاریم، ما خدا زاده شویم، ما از خدا زاییده شویم، از روح خدا زاییده شویم. کسی که از جسم تولد میشه جسم است، و اما کسی که از روح زاده میشه، زاییده میشه، روح است. پس ما باید از روح خدا زاییده شویم، از روح خدا متولد شویم، تا که ما مثل خدا متحمل باشیم، مثل خدا رحیم باشیم، مثل خدا پر از فیض باشیم، مثل خدا برکت رحیم بودن داشته باشیم. ما رحیم باشیم و کسایی که حتی از ما نفرت دارن بگوییم که ما تو را دوست داریم. من بر دعا میکنم، بر من بسیاری کسا تلفن میکنن، لعنت میفرستن بالای من، دو میزنن، فحش میگن، اکثرشان بسیار فحش هایی که من حتی نمیتونم یک شب زبان بیارم. برای من تو فحش میگن، و اما من وارم میبخشم در نام عیسی مسیح، در نام کسی که مرا زاییده. روح خدا مرا، زندگی مرا تغییر داده کاملا. از من یک انسان نو ساخته، انسانی که من دیگه نفرت نمیتونم از من او قسم یک انسان ساخته. من به خاطر از او خداوند من، به خاطر از این تغییری که او در زندگی ما آورده، من وارم میبخشم. نه تنها میبخشم، بلکه من بروی از او میگم من بخشیده میتم، من دوست دارم. بعض وقتا و خنده میکنن، مرا رشخند میکنن، و اما من بخشیده میشان همیشه. ما متحمل رنج های زیاد شدیم، لطوکوب خوردیم، و اما تمامیشان بخشیدیم، همیشه بخشیدیم. و این قدرت بخشیدن به این ترتیب تنها و تنها عیسی مسیح میتونه که در یک انسان بیاره. پس کسایی که در نام دین و مذهب و فلسفه های انسانی و نژاد پرستی و ملک پرستی و ملت پرستی و لسان پرستی
انتقام میگیرن و میکشن و نفرت میکنن و از جانب خدا هرگز نیست، چون خدا خدای محبت است. کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته. این را ما در کلام مقدس خدا میخوانیم. رساله اول یوحنا برای ما این را واضح میکنه. فصل 4 میگه کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از جانب خداست. هر که محبت دارد فرزند خداست و خدا را میشناسد. اما آن که محبت ندارد از خدا کاملا بیخبر است، زیرا خدا محبت است. پس اگر ما محبت نداریم در مقابل یک انسان دیگه، ما خدا را در حقیقتش نمیشناسیم. و محبت این نیست که ما به زور شلاق کسی را به دین و فلسفه خود بیاریم، بلکه محبت ایست که ما جان خود فدا کنیم و ما دیگر را زندگی بدیم. عیسی مسیح هیچ کسی را نکشت، او یک نفر را کشت و خودش بود. او جان خود فدا کرد تا که دیگر را زندگی بده. او قربان شد تا که ما را حیات جاودان ببخشه. کسی که محبت مسیح را در زندگی خود داره، او درک میکنه که محبت مسیح چی چیزها را در زندگی از او به بار میاره. کسی که محبت مسیح را در زندگی خود داره، خداوند ثمر اونم روحی که ازش ما تولد میشیم، یعنی روح خدا کیست؟ خود خداست. اما قسمی که روح ما حسین اندریاس خود ما هستم، کلام ما حسین اندریاس کلام ما خود ما هستم. به همون ترتیب عیسی مسیح کلام خداست، خود خداست. روح عیسی مسیح روح خداست و خود خداست. و روح عیسی مسیح روح خدا در زندگی ما اینی ثمرا را میاره که هیچ کدامی از یا طرف نفرت، کینه، بغض، وطن پرستی، کشور پرستی، ملت پرستی، اقربا پرستی نمیبره ما را، بلکه از او چیزای شیطانی ما را دور میسازه، پاک میسازه. اما ثمره‌ای که روح القدس به بار می آورد، فصل 5 غلاطیان، کتاب غلاطیان فصل 5 آیت 22 به بعد. اما ثمره‌ای که روح القدس می آورد محبت. گوش بگیرین وطندارای عزیز که عیسی مسیح در زندگی شما در جای نفرت، کینه، بغض، عداوت و انتقام و خونریزی و آدم کشی و این چیزها، در جای تمامی از این چیزها چی چیزها را به بار میاره متوجه باشین. اما ثمره‌ای که روح القدس به بار می آورد محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی، خویشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد. و آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، آنانی که به عیسی مسیح ایمان میارن، از آن عیسی مسیح میشن. آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند طبیعت نفسانی، مذهب پرستی، دین پرستی، هوس پرستی، انتقام، کینه، بغض، عداوت، انسان کشی، دزدی، فحشا، تمامی از این چیزها نفسانی است. تمامی از این چیزها از گناه است. کسایی که از آن عیسی مسیح هستند طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و خواهش‌های آن مسلوب کردند، از بین بردند. اگر روح خدا سرچشمه زندگی ما هست، او هم باید رهبر زندگی ما باشد. خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم. این آیات و این تعلیم عیسی مسیح میگه از من تعلیم بگیرید. همونجا که در فصل 11 انجیل مقدس متی وقتی که عیسی مسیح میگه ای تمامی کسایی که زحمت میکشین و زیر بار گرنگ هستین پیش ما بیاین، ما بر شما آرامش میتم. این هم میگه که از ما تعلیم بگیرید، از ما تعلیم بگیرید. میگه که یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرم دل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت. زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است. بار مذهبی و دینی و فلسفی نیست، سبک است. با اونمو کلام خدا میگه که وقتی که ثمر روح عیسی مسیح در زندگی ما بیاید، اینمی چیزهای خوب در زندگی ما میآید، نفرت ها از بین میبره.
میره و بالاخره ما خودپسند نمی باشیم و یکدیگر را نمی رنجانیم و بر یکدیگر حسادت نمی ورزیم. هیچ گونه حسادت امکان داره نسلی باشه و مذهبی باشه و هر چیز باشه، ما این را نمی ورزیم، بلکه در قلب ما بخشش خداوند می باشه و ما انسانها را می بخشیم و کسایی که برخلاف ما گناه می کنن، برای ما اذیت و آزار می رسانن، جفا می رسانن، بر از هم ما دعای خیر می کنیم. پس در این سال نو، سال 2016، عیسی مسیح خداوند ما، سال میلادی، شما میتونین تصمیم بگیرین که زندگیتان هم نو بسازین، زندگیتان تسلیم عیسی مسیح بکنین، کلام خدا را راهنمای زندگیتان قرار بدین، چون کلام خدا میگه کلام تو برای پاهای من چراغ، برای راههای من نور است و ما نمیلغزیم وقتی که این را میخوانیم و عمل میکنیم. بالای ازی وقتی که پیرو عیسی مسیح میشیم، تنها عیسی مسیح زندگیتان تغییر داده میتونه، هیچ کسی دیگه تغییر داده نمیتونه. خدا تسلیم عیسی مسیح بکنین. کلام خدا میگه بسیار به سادگی، مسائل بزرگ مذهبی نیست و یا روایات مذهبی نیست، فقط اقرار بکنین به حضور خداوند، بگین ای خداوند من تو را شکر میکنم که مرا قدر زیاد دوست داری، شکر میکنم کلام مقدس تا بر من دادی که از این من درک کردم که تو کی هستی. ای عیسی مسیح شکر میکنم که به خاطر گناهان من تو مصلوب شدی، حتی خون تریختی، خونبهای آزادی من هستی، جان خدا دادی، مردی، دفن شدی، در روز سیوم از مردگان برخاستی. ای عیسی مسیح خداوند، ای خدای پدر، من اقرار میکنم که گناهکار هستم و بخشش میخوایم، توبه میکنم از گناههای خود، مرا بپذیر. ای عیسی مسیح وارد زندگی من شو، وارد قلب من شو، دروازه قلب خدا واز میکنم. من امروز میخوایم تو خداوند من شوی، منجی من شوی، سرور سلامتی من قرار بگیری، به نام مقدس عیسی مسیح آمین. این همی قدر بخشش خواستن از خدا از گناهانتان و او را به حیث نجاتگرتان و خداوندتان پذیرفتن. خداوند زندگیتان تغییر میده. خداوند از شما انسان کاملا نو میسازه و ثمر روح خدا در زندگی شما میاره که مطابق از او ثمر روح شما میتونین زندگیتان اقدر قوی بسازین که حتی دشمنای خود دوست داشته باشین. ثمر روح خدا چیست؟ ثمری که روح مقدس خدا به بار میاره محبت است، خوشی است، سلامتی است، بردباری است، مهربانی است، خیرخواهی است، وفاداری است، فروتنی است و خویشتنداری است. این چیزها را خدا در زندگی شما میاره. فیض خداوند عیسی مسیح کت شما باشه. سال نو میلادی را برای شما برادرها و خوارای عزیز من و وطندارای گل من تبریک میگم. خداوند از شما استفاده خاص کنه. دعای من و امید من است. بسیار تشکر از اینکه محبت زیاد میکنین و این برنامه‌های آواز مسیح را میبینین و واقعا من لذت میبرم وقتی که با شما صحبت میکنم. بسیار بسیار تشکر از ایمیل هایتان، از پیام هایتان که برای من میفرستین، باعث تقویت روحانی شخصی من میشه. در نام مقدس عیسی مسیح شادمان باشین. آمین. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها